بره. آقا مصطفی یه بار از زبان بگو. ای داده بیدار. حاج آقا اسفان یه رفته حج ماشاءالله بوده اسمشون. رفته بودن مکه برگشتن خلاصه نشستن منتظرن که دوستان بیان چیکار کنن عیادتشون. دوستان بیان عیادتشون. حاج آقا ماشاءالله بودن اسمشون. یزدیه با پسرش و دامادش میان به این حاج آقا بگن که خلاصه قبول باشه. میرسم خدمت حاج آقا ماشاءالله. حاج آقا ماشاءالله سعیکم مشکور و حجکم مقبول انشالله. میگه خیلی ممنون حاج آقا قدمه رو تخمی چشام. بعد نگاه میکنم حاج آقا این خیلیز میگه تخم چشام خیلیه که من بودم که تخم چشام چرا قد تخم چشام میگن بده. میگه حاج آقا شما خوب باشه بردارید از همه میگه منظورتو نمیفهمم. میگه آقا منظورم اینه که شما بعد برداشت نکنید خوب باشه بردارید. میگه خب حالا خدمه دون تخم چشام خوش اومدینا چای مور چه دارین چه چایی؟ چای اعلا بذارم دم کنه. یعنی خانومش دم کنه. میگه نه حاج آقا ما چای نمیخوریم تشکر ما چای ترک کردیم. میگه حاج آقا چای مور چسا رنگش هم خوبه خوب بار میاد بذارن نه حاج آقا نمیخواد دست در نکنه نمیذاره تکرار کنه دستتون. میگه حالا که چای نمیخورین اشکال نداره پس چیز هندونه خوب داریم. چه هندونه؟ هندونه اعلا چه هندونه اینقدر بذارم قاچ کنه. حاج آقا یزدی یخته بود نگاه میکنه به دامادش پسرش نگاه میکنه نه عزیزم ما هندونم نمیخوریم تشکر. حاج آقا شما یکم حرفتونم غلیظ میزنید نمیشه راحت بگم قاچ کنه. یعنی چه میذارم قاچ کنه خیلیش حاج آقا. میگه حاج آقا شما خوب باشه بردارید. بازم میگه چی؟ شما خوب باشه بردارید. میگه نه هندونم نمیخورم. میگه نمیشه چه حالا چه هندونم نمیخوریم خربوزه داریم چه خربوزه ای بذارم قاچ کنه. میگه حاج آقا زکامم قیبونه خربوزم نمیخورم. میگه نمیشه خود حالا خوش نمیاد خیاری دست گرد داریم چه خیاری بذارم پوست کنه. میگه بابا برگو حاج آقا خوب چیزیه. حاج آقا بابا چرا بعد میداری مردی حسابی من میگم خیاری دست گرده من منظور میدارم بذارم پوست کنه. میگه نمیخورم خیارم. میگه اصلا معاملمون نمیشه پس نهار میباید بایستیم شما. میگه نه حاج آقا ما دیگه سری بزنیم بریم تشکر. میگه نه من که گوش دارم گوشت راست و گوسفندی الان میذارم سیخ کنه. بعد حاج آقا یزدی یخت اخماش مله تو هم میگه که آقا سر زوبه این دعای زوبه آبده حاج آقا آبده حاج آقا اون آمیز هنوز ادامه داره. آب مبارک آقا یه سلوات بفرستید. الله محمد با نوار برگشت یه خودت دندان در گیره میگم اینم خودش مرمورکش بیاد ادامه نداره. دقیقشون ها چه مساج بده نوار
ادامه داره ادامه داره همون شد دیگه من حاج آقا مترسم بعد گفت حاج آقا خیر ببینیم ما گوشتم نمیخورم نقرش دارم گوشت نمیخورم حاج آقا بعد از گوشت اندمون خورد نه با خیر ببینیم نوکرتم گوشت نمیخورم دیگه بسه شما گوشت میخوری؟ نه نمیخوره شما گوشت میخوری؟ نه دو تاش میگن نمیخورم خیلی خوب حالا تو گوشت نمیخوریم چرا نوچه نیست که گوشتم نمیخوریم خیلی خوب حالا درشون حاج خانوم حاج آقا چیشی مخواه بود نه هیچ چیزی نمیخوام بگم چه مرد حسابی گفتم حالا اگه میخوایی تو یه چیز دیگه داریم میدارم هیچ نوچه هیچی دیگه حاج آقا میدونی چیه ما اصلا هیچی نخوردیم ما نشستیم اینجا یا میخوایی بگردی سی خپونمون یا میخوایی بگردی یا میخوایی بگردی یا پوست کولمون یا قاچ کولمون این کولمون رو باید بدن رو فرار بکنی خدا میدونه